سلام. امروز با یه آموزش کوچیک در مورد نصب ریموت سردر، دو رشته سیمی که از کنترل پنلتون میخواد بیاد وارد طبقه بشه، طبقه‌ای که دو تا واحد داره و میخواید تفکیکش کنید، یه منفی داره یه مثبت، که توی شاسی یا دتکتورها منفی مثبت با هم دیگه ورودی خروجی ها فرقی نمیکنه. میتونید منفیتون رو به منفی، مثبت رو به مثبت، اینکه ورودی و خروجی رو به کدوم وصل کنید هیچ فرقی نمیکنه. از شاسی، حالا معمولا شاسی رو اول راه میذارن یا آخر راه یا وسط مسیر، هیچ فرقی نمیکنه. وارد سیمو وارد دتکتور اولمون میکنیم. منفی دستگاه، منفی که دستگاه اومده وارد اولین دتکتور میشه، مثبتی هم که دستگاه اومده وارد مثبت دتکتور میشه. داخل واحد یه سیم دیگه ای اضافه میشه که داخل اکثر پایه های دتکتور به اسم آر خورده. منفی مثبت ورودی خروجی دتکتور هم با هم دیگه هیچ فرقی نمیکنه. شما میتونید تمام مثبتاتون رو به یه پایه وصل کنید، میتونید ورودی خروجیاتون رو تغییر بدید که مثلا مثبت به مثبت، منفی به صورت مشترک داخل منفی. سیمی که داخل واحد، فقط اون واحد داره بسته میشه، سیم آره که شما تمام سربندی های آر رو به همدیگه وصل میکنید. آر به معنی ریموت اندیکاتوره که شما منفیشونه به صورت مشترک به همدیگه وصل میکنید. دتکتور سوم هم به همین شکل از مثبتی که دارید به مثبت دتکتور بعدی و منفی به صورت مشترک منفی بعدی، پایه آر به آر بسته میشه. شما هر کدوم از این سنسوراتون که به ریموت سردر نزدیکتر بود، دو تا رشته سیم به سمت ریموت سردر بهتون میارید، ریموت اندیکاتور، چراغ سردر یا هر چیزی که اصطلاحش هستش. اولین دتکتور، آخرین دتکتور یا هر کدومی که نزدیکتره. معمولا ساختمونا سیم کشی شده. دو تا رشته میاد داخل ریموت سردرتون که یک منفی ریموت، از پایه منفی ریموت آر به داخل منفی میاریم و یه مثبت داریم که اونم از یکی از مثبت هایی که خالیه داخل مثبت میاریم. این برای یه واحده. برای واحد بعدی که میخواید سیم داره میره تو واحد بعدی، یه سیم منفی و مثبت خود سنسور، یعنی یه مثبت که حالا به صورت مشترک گرفته شده وصل میشه به مثبت و منفی که توی تمام دتکتورامون به صورت مشترک بوده میاد داخل اینجا. سیم ریموت اندیکاتور از واحد یک وارد واحد دو نمیشه. به همین شکل ما اینو وصل میکنیم سنسورامون رو به هم دیگه. آر داخل همین واحد فقط با هم دیگه سری میشه. مثبت و منفی مشترک. این آخر خطتونه. منفی ریموت هم با هم دیگه یکی شده. منفی ریموتتون که آره به منفی، یه مثبت هم که اینجا دارید به مثبت. انتهای خطتونه. شما دیگه بعد از این دتکتوری ندارید. یه مقاومت نسبت به برندی که دارید، هر اوهمی که هستش بین مثبتتون و منفی بسته میشه که اینجا خط تموم میشه.